بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان، آمینه از تاجیکستان هستم. ما بفرمایید. مردم تاجیکستان هر شب سه‌شنبه برنامه اون رو استیکر به صبرانه انتظار میشویم. خیلی برنامه خوب است و به شیخ مفید زمان قدیمی گفتنیم که همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغ راستین با این فروغ است. این درست. چاهی که قدیمی کنده کرد درونش پر از بغض کینه به صحابه، انشاءالله باذن الله تو اون چاهش فرو میرود انشاءالله انشاءالله. برای دروغاش. انشاءالله. و برادر به حق ما دعا کنید. خیلی برنامه‌تون رو دوست می‌دارم. سلامت باشید. التماس دعا به دعای شما خیلی نیاز دارم برادر جان. الله متعال حفظتون کنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه خواهر گرامی. تشکر. در امان زنده خدا باشید. زنده باشید. خداحافظ. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارت.